سلام، خوبین؟ بریم سراغ یه ویدیو دیگه. امروز راجع به این میخوام صحبت کنم که چرا بعضی از افراد برای رسیدن به خواسته هاشون اینقدر شرایط دارن. میخوای یه کاری رو انجام بدی، مثلا میخوام برم باشگاه، میخوام وزنمو کم کنم، ورزش رو شروع کنم، پیاده روی برم، ولی شرایط زیاده. چطور؟ مثلا میخوام برم باشگاه، بذار اون کار مهممو انجام بدم، این لباسم خوب نیست، بذار این لباسو بگیرم. میبینی برای شروع یه کار کلی بهونه هست. شیکر نداره، کوله باشگاه قدیمیه، بذار از شنبه میرم، بذار این مسافت این هفته رو برم از هفته بعد. نمیدونم، دارم مثال میزنم، برای شما کدومه؟ شما چه بهونه‌ای رو دارین میارین؟ این فقط مختص ورزش، مختص کاهش وزن نیست. خیلی از افراد کلن بهونه‌هاشون زیاده، کلن برای اینکه یه کاری رو شروع کنن از این دست بهونه ها، از این نوع صحبت ها معمولا میشنوی ازشون. اینکه شما برای شروع یک کار چقدر دارید بهونه میارید. این افراد معمولا نمیتونن ذهنشون رو، ارادهشون رو جمع کنن و به سمت هدفی که دارن برن. توی حاشیه ها گیر میکنن. هیچ وقت فکر نکنن برسه اون زمانی که ما همه کارهامون انجام بشه، حالمون خوب باشه، هیچ کاری نداشته باشیم و اون شرایط ایدئال برای شروع ورزشمون، شروع کاهش وزنمون، هدفی که داریم ایجاد بشه. ایدئال ها هیچ وقت نمیان. مهم اینه شمایی که توی این راه هستی، با تمام سختی، با تمام حال بدی که داری، ورزش رو شروع کنی. حتی اگر با خودت عهد بستی که من توی هفته 3 شب میرم باشگاه، حالت بعد روز سختی رو گذروندی، شرایط خوبی نیست، ولی مهمه که اون کار رو انجام بدی. دنبال این نباشی روز حالت خوب باشه که بری ورزش چیزی که باید انجام بشه. سبک زندگیه. چطور ما غذا میخوریم 3 بار توی روز، ورزش هم باید همین باشه. حداقل 3 جلسه توی هفته شما باید تمرینات ورزشی، تمرینات با وزن استقامتی رو داشته باشید. منی که الان حدود 36-7 سالم هست دارم تمرین میکنم برای پیریم، برای اینکه بدنم بهتر باشه، برای اینکه هر روزی که خستم ولی میرم باشگاه یه دستاورده برام، حال خوبه برام. این کمک هم میکنه توی مسیرم، توی زندگیم، به اون چیزهایی که میخوام برسم. صرفا تکرار زبانی من میتوانم. یه استاد داشتی میگفتش که افراد وقتی که میان جملاتی که تأکیدی استفاده میکنم، من میتوانم، پشت هر من میتوانمش اینه که من نمیتونم. چرا دارم اینو میگم؟ چون من نمیتونم و این من میتوانم رو میخوام بگم که از اون من نمیتوانم فرار کنم یا سرکوبش کنم یا هر چیزی. پس بنابراین جملات تأکیدی علاوه بر این که دارن بی‌ارزشی رو، من نمیتوانم رو فریاد میزنن، چیز دیگه ای نیست. این جملات به نظر من، عقیده من، بهتون کمکی نمیکنه برای اینکه اون کار رو انجام بدید. شاید یه مقدار هیجان رو بیاره بالا، شاید یه مقدار دوپامین براتون بیاره بالا، ولی در نهایت شما باید اینو یاد بگیرید. مهم نیست من چه روزی داشتم، مهم نیست میتونم نمیتونم. ذهنم میگه خسته‌ای بابا، بشین استراحت کن، چه کاری الان تو این سرما پاشی بری، سرما میخوری، کل هفته در دست میره، نرو باشگاه. این ذهن‌ها هست. این ذهن‌ها رو کنار خودم نگه می‌دارم، میذارم توی گوشم نجوا کنن. نمیتونی، بشین خونه، ولش کن. تو همون حالت کیفمو برمی‌دارم و میرم باشگاه. نمیتونی. شروع میکنم به عوض کردن لباسام. ولش کن بابا، ما یه فامیل داشتیم رفت باشگاه، مرد، نرو. ذهن داره همینجور حرف میزنه. شروع میکنم به گرم کردن بدنم. حالا این کارا رو میخوای برای چی انجام بدی؟ ولکن بابا، خسته میشی. میرم رو تردمیل 10 دقیقه میدوام. بیشتر از این ندو، به بدنت فشار نیار. میدونی برای هممون پیش میاد اینها، توی ذهنمون داره تکرار میشه. ولی چی مهمه؟ اقدامی که دارم انجام میدم. ذهن میاد برای اینکه شما رو از اون منطقه خطر دور کنه، اینها رو به شما میده که شما توی اون محیط امنت بمونی. قطعا اگر شما بمونی توی خونه و نری بیرون، نری باشگاه، وزن نزنی، احتمال آسیبت خب کمتره دیگه. پس ذهن میاد بهت میگه بمون تو خونه. ولی خب توی خونه موندن، یک جا موندن، ثابت موندن چیزی نیست که ما رو توی مسیر رشد، پیشرفت، ما
توی نظریه فلوریش از مارتین سلیگمن اینو بهش میگیم شکوفایی. فلوریش شکوفایی. افراد برای اینکه به شکوفایی برسن باید ابعاد مختلف زندگیشون رو بهش توجه کنن. بهش میگن پرما، پوزیتیو ایموشن، ایجاد احساسات مثبت، انگیجمنت یعنی درگیر شدن با اون کاری که دارید انجام میدید، ریلیشنشیپ روابط هست، مینینگفول معما، و ای هم که دستاورد هست برای ما. این 5 بود توی یک زندگی هر فردی باید باشه تا افراد بتونن به اون سعادت، به اون زندگی شکوفا، به اون سعادتمندی و اون رضایت درونی از زندگی برسن. به نظرم خیلی مهمه. ما توی دوره‌ای به اسم دوره شکوفایی از دکتر علی میرصادقی اینها رو داشتیم و خیلی کمک کننده بود توی روابطم، توی زندگیم، توی اینکه واقعا اومدیم چی کار کنیم. خیلی ممکنه توی یه بازه‌ای از زندگی به این معنا برسن، به این سوال برسن که اصلا میخوام چی کار کنم، اصلا چی کار کردم تا الان با زندگی. به نظرم این بهتون کمک میکنه. اگه دوست داشتید استاد من هستن، علی میرصادقی، دکتر علی میرصادقی، توی گوگل کنید سایتشون میاد بالا براتون. جزء دوره‌های غیر حضوری که خیلی هم میتونن شرکت کنن. امتحانش خوبه، ضرر نداره. امیدوارم این صحبت ها، این گپ و گفته که با هم دیگه داریم بهتون کمک کنه که به اون چیزی که میخواید برسید. مرسی که از اینکه این ویدیو رو تماشا کردی. توی کانالم دارم سعی میکنم بیام و با استفاده از مفاهیم روانشناسی بهتون کمک کنم که به کاهش وزن برسید. خودم توی این مسیر حدود 18 کیلو تا این لحظه وزن کم کردم. اگه دوست داری که از روند کاهش وزنم با خبر بشی حتما این کانال رو دنبال کن.